سلام خدمت دوستان عزیزم. طرز تهیه کوفته تبریزی رو میخوایم به شما آموزش بدیم و عکس‌العمل خارجی ها رو از خوردن غذای ایرانی بهتون نشون بدیم بعد از درست شدن کوفته. خب توضیح بدین شما. این مواد کوفته است. چی هست مواد کوفته؟ برنج، گوشت، پیاز، سیر، سبزیجات معطره که بوی خوب میده. خب تخم مرغ، گوشت. بعد اینا رو خوب چنگ میزنیم با هم دیگه، میذاریمش کنار. خب سسش هم پیاز داغ میکنیم. بعد پیاز رو با رب قاطی میکنیم. پیاز داغ با رب قاطی میکنیم. بعد آب میریزیم، قشنگ سرخ که شد آب میریزیم با لیمو و یه برگ دارچین رو میذاریم خوب بجوشه. با نمکش هم بعدا میریزیم. بله. در اینو میذاریم یه خوب بعد بجوشه. میتونید بگید چقدر گوشت برای چند نفر کافیه؟ الان 300 گرم گوشت توشه. خب یه پیمونه برنج. بله. یه پیمونه نه خیلی بزرگ نه کوچیک معین. با پیاز اگر زیاد دوست دارید 2 سر پیاز و بلندتر لطفا بگین. پیاز، سیر. بله. اونا دیگه مزه سیر و پیازش به خودتون بستگی داره. بله. بعد 2 تا تخم مرغ بدم به این. پیاز و سیر و ادویه‌جات 300 گرم گوشت چرخ کرده. زردچوبه، ادویه کاری، فلفل سیاه. بعد کلا هرچی ادویه داری میریزین توش. نه سبزیجات معطر. بعد کره چیه؟ جریان اون کره کره تو این نیستش. نمک و فلفل و نمک هم 300 گرم گوشت و یه پیمونه برنج رو قاطی میکنیم. بله. بعد به چه صورت گردش میکنیم؟ نمیدونم. خراب کنیم. به چه صورت گردش میکنیم؟ مثل کله گنجشکی میگیریم دستمون. کی میخواید این کار رو انجام بدین که ما این آب جوشید. بله. جا افتاد. بعد بله حدود 10 دقیقه وایستادیم که گوشت حسابی با مواد جا بیفته. بعد زیر گازم کم میکنیم. البته دلخواهیه، هر کی بخواد زرشک، آلو، پیازداغ همه چی میتونه لای کوفته بذاره، ولی من نمیذارم چون هیچ کدوم نمیخوریم. اگه میخواییدم بذارید توش چیزی اینو گرد میکنید، پیازداغ، آلو، گردو هر چی که دوست دارید میذارید توی اینجوری جمعش میکنید گردش میکنید. ولی من چون ما نمیخوریم داخلش رو، مواد داخلش رو اینجوری گرد میکنم. بعد این باز نمیشه توی دیگ؟ نه چرا؟ یواش نمیذارید توی. چرا باز نمیشه؟ به خاطر تخم مرغشه؟ موادی که داره خوب اگه به هم بزنیم جا بیفته نه باز نمیشه. و چند دقیقه باید توی دیگ باشه که جا بیفته کوفته هاتون؟ تا زمانی که بپزه 1 ساعت حدوداً کمتر از 1 ساعت گوشت و برنج دیگه حدوداً 1 ساعت. اون سبزیجات چون برنجش یکم نیمه پزه. بعد 300 گرم گوشت با یه پیمونه برنج برای چند نفر کوفته میشه؟ اون دیگه مونده به این که کوفته‌تون رو میخواید بزرگ درست کنید یا کوچیک. من متوسط درست میکنم. قشنگ 6 تا بهم میده. یعنی برای 3 نفر تا 4 نفر شما کوفته تبریزی رو درست میکنید. خب ما منتظر مهمون خارجیمون هستیم در قسمت بعدی که عکس العملش رو در مورد خوردن کوفته های تبریزی ببینیم. ما رو سابسکرایب کنید
و فالو کنید و از برنامه‌های آشپزی ما. باید همه کوفته هم باید یه اندازه باشه. بعد چجوری بفهمیم که همه کوفته یه تو اندازه دست است؟ وقتی گرد میکنی متوجه میشی که چقدر. اگرم که نمیتونید میتونید وزن کنید. حالا اونو میذاریم یه جا بیفته، بعدا یه 10 دقیقه یه جوش خورد نمکش رو میبینیم. بله خب باشه، با تشکر. پس ما منتظر میمونیم تا برای